به نام خدا، با عرض سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و همراهان. عاطفه مداح هستم. با جلسه دوم چله کشی در خدمت شما عزیزان هستم. عذرخواهم که صدای من هنوز گرفته است و باید صدای من رو تحمل کنید. دوستان عزیزم، گفتیم برای این بند کیف یا بند عینک شما هر نوع چله ای رو میتونید استفاده کنید و پیشنهاد من چله 18 لا بود. ولی برای اینکه کار من توی فیلم درشتر دیده بشه و واضح تر باشه، من از چله 22 لا استفاده میکنم که متریکش باز متغیره. اولین کاری که انجام میدم روی دارم با سانتیمتر وسط دارم رو به دست آوردم. 31 وسط دارم رو به دست آوردم. من میخوام بند کیف ببافم. شما سانتش دل بخواه اندازه خاصی نداره. میتونیم مبنا رو 2.5 قرار بدین، 2 سانت قرار بدین، یا مثل من 5 سانت. پیشنهاد من برای کار اولیه همین کار بزرگتر و پهن‌تره. وسط دار رو که به دست آوردم میام 2 سمت رو قرینه علامت میزنم. من دوست دارم کار وسط دار قرار بگیره، چله و قرینه باشه. سر دارم به همین صورت وسطش رو به دست میارم و 2 سمت اندازه 2.5 سانت علامت میزنم. عزیزانم گفتم سانتش دل بخواه. شما اگر بند عینک بخواید ببافین لازم نیست 5 سانت. بند عینک خیلی باریکه، دستبند خیلی باریک تره، ولی اگر بخواید پابند ببافین با ضخامتش بیشتره. میام نخم رو بر میدارم و از اولین علامتم گره میزنم. دوستان به این روش دور دار نخم رو پیچ میدم. یه سال اینجا پیش میاد کشش چلم چقدر باشه. کشش چله من به مقداریه که نه دست رو خیلی اذیت کنه، صفر باشه، نه خیلی شل. به این مقدار که کشش داشته باشه خوبه. حالا توی هر 2.5 سانت چند تا نخ بندازم؟ عزیزان بسته به نختون متغیره، به ضخامت نخ متغیره. این نخ من اینجا گره خورد. ولی فاصله اصولی و استانداردش به این صورته که بین 2 تا نخ 1.5 برابر قطر نختون فاصله باشه. این بهترین نوعه برای اندازه گیری. امیدوارم که دست من مزاحم کار دید شما نباشه. به همین صورت تا آخر کار چله کشی میکنیم تا آخرین علامت. خب دوستان، من تا آخر کار رو تا آخرین علامتم چله کشی کردم. به این صورت سر نخم و لای چله ها فیکس میکنم. در ادامه با من همراه باشین تا من قرار دادن تسمه و هاف رو جلسه بعدی خدمت شما دوستان عرض کنم. ممنونم که حمایت هم میکنید و به هم انرژی میدید. روز و روزگار بر همتون خوش و خورم.